در این دوره 80 جنایت ها وابسته به مواد نشاور آشکار و به قید گرفتیم که نسبت به همین دوره سال گذشته 6.7% زیاد می باشد. از این جنایت ها قسمت زیاد رو معاملات غیر قانونی مواد نشادار یا مواد پسیکوتروپی به مقصد فروش تشکیل میدهند. 53 عدد. ببینید در عموم همه این جنایت ها نگرانده شدند به مقصد فروش که این خطرناک است. 3 جنایت اوید گروه های متشکل جنایتی، 1 جنایت اوید فسادخانه ها، 5 جنایت اوید قاچاق مواد نشاور و باقی مانده دیگر جنایت ها را تشکیل میدهند. گرچند در این دوره در مجموع مصادره مواد نشادار از روی مقدار کم شده باشد هم مصادره مواد نشاور نوع گیرین و مواد پسیکوتروپی سینتتیکی یعنی مواد نوع سینتتیکی که به انسان زیان بیشتر دارند زیاد کرده شد. از معاملات غیر قانونی 1649 عدد حب‌ها تا امروز علاقه 2000 قریب 2000 حب‌ها و 14.5 کیلوگرم مواد پسیکوتروپی سینتتیکی در نمود کریستال مصادره گردیدند که 8.8 کیلوگرم یا که 2.2 مرتبه نظر به همین دوره سال گذشته زیاد می باشد.